سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال کتاب. امروز قراره با هم بریم سراغ یکی از اون کتاب‌های فوق‌العاده مهم و کاربردی به اسم عادت‌های اتمی، نوشته جیمز کلیر. کتابی که واقعاً میتونه نگاه ما را به پیشرفت و موفقیت برای همیشه عوض کنه. قراره ببینیم چطور کارهای خیلی کوچیک، یعنی همون عادت‌های اتمی، میتونن در نهایت به نتایج باور نکردنی و چشمگیری منجر بشن. خب بذارید از همین اول بریم سر اصل مطلب. ایده اصلی کتاب اینه: موفقیت‌های بزرگ یه شب اتفاق نمیافتن. اونها نتیجه یه چیزی هستن به اسم اثر مرکب. فکرشو بکنید، دقیقاً مثل وقتی که یه پولی رو سرمایه‌گذاری می‌کنید و کم کم سودش زیاد و زیادتر میشه، عادت‌های خوب هم همین کار رو با موفقیت شما می‌کنن. هر روز یه ذره، ولی در نهایت نتیجهش عظیمه. حالا برای اینکه این قضیه قشنگ جا بیفته، کتاب یه مثال خیلی جالب میزنه. تصور کنین یه تیکه یخ همین الان جلوی روتون روی یه میزه. دمای اتاق هم حسابی سرده، مثلا -4 درجه. خب حالا فرض کنید خیلی یواش یواش اتاق شروع میکنه به گرم شدن. دما از -4 میاد روی -2، هنوز هیچی. میرسه به -1، باز هم هیچی. حتی وقتی به 0 درجه میرسه، شما به یخ نگاه میکنید و میبینید که هیچ اتفاقی نیفتاده. این همه انرژی صرف شده، دما کلی بالا رفته، اما نتیجه 0. اما به محض اینکه دما فقط 1 درجه دیگه بالا میره، فقط 1 درجه، و به 1 درجه بالای 0 میرسه، یهو همه چیز عوض میشه. یخ شروع میکنه به آب شدن. اون 1 درجه آخر ظاهراً هیچ فرقی با بقیه نداشت، نه؟ اما در واقع اون کلید بود. کلیدی که تمام اون پتانسیل ذخیره شده رو آزاد کرد. عادتهای ما دقیقاً همین شکلی کار میکنن. ممکنه شما ماها تلاش کنید و هیچ نتیجه‌ای نبینید، تا اینکه یه روز از یه خط نامرئی رد میشید و بوم، اون جهش بزرگ اتفاق میفته. جیمز کلیر به این مرحله اسم خیلی قشنگ داده: فلات پتانسیل نهفته. این دقیقاً همون جاست که خیلی از ما چم میاریم و ول میکنیم، میگه نه؟ همون جایی که با خودمون میگیم آقا این همه زحمت کشیدم، کو نتیجهش؟ اشتباه ما اینه که فکر میکنیم تلاشمون هدر رفته، در حالی که اصلاً اینطور نیست. ما داریم باتریمون رو برای یه جهش بزرگ شارژ میکنیم. خیلی خوب. پس حالا که اینو فهمیدیم، بریم سراغ اولین و شاید مهمترین تغییری که کتاب توی ذهن ما ایجاد میکنه. اونم اینه که بچسبید به سیستم‌ها، نه اهداف. حالا فرق این دوتا چیه؟ ببینید، هدف مثل اون مقصدیه که میخواید بهش برسید. مثلا قهرمان شدن توی یه مسابقه. اما سیستم چیه؟ سیستم اون مسیریه که هر روز طی میکنید تا به اونجا برسید. یعنی اون برنامه تمرین روزانه‌تون. هدف نوشتن یک کتابه، سیستم نوشتن روزی 2 صفحه است. خب حالا چرا اینقدر سیستم ها مهمتر از اهدافن؟ اول اینکه ببینید، هم برنده ها و هم بازنده ها معمولاً هدف های یکسانی دارن. هر تیمی که توی لیگ میخواد قهرمان بشه، درسته؟ پس این هدف نیست که فرق رو ایجاد میکنه، بلکه سیستم اوناست. دوم اینکه وقتی به یه هدف میرسید، خوشحالیش موقتیه. خب قهرمان شدی، بعدش چی؟ اما یه سیستم خوب یعنی شما همیشه در حال بهتر شدن هستید. این یه بازی بی‌نهایته. و اما میرسیم به عمیق‌ترین و به نظر من قشنگترین بخش کتاب. کلیر میگه اگه واقعاً دنبال یه تغییر پایدار هستید، باید از ریشه شروع کنید، یعنی از هویتتون. فکر کنید تغییر رفتار مثل یه پیازه. 3 تا لایه داره. لایه بیرونی نتیجه است. این همون چیزیه که اکثر ما بهش فکر میکنیم. مثلا میگیم میخوام 10 کیلو لاغر بشم. تمرکز فقط روی نتیجه است. یه لایه عمیق‌تر فرایند هاست. اینجا ما روی کارهایی که انجام میدیم تمرکز میکنیم. مثلا میگیم میخوام هر روز ورزش کنم یا میخوام رژیم غذایی سالمتری داشته باشم. این بهتره، ولی هنوز کامل نیست. و اما میرسیم به هسته اصلی، یعنی هویت. این عمیق‌ترین باوریه که ما درباره خودمون داریم. تغییر واقعی و پایدار از اینجا شروع میشه. یعنی به جای اینکه بگید میخوام یک کتاب بخونم، باید به این باور برسید که من یک آدم کتابخون هستم. این جمله از کتاب رو ببینید چقدر قشنگی موضوع رو خلاصه میکنه. هدف نهایی این نیست که یه بار بدوید. هدف اینه که شما به یه دونده تبدیل بشید. هدف این نیست که یه ساز بزنید. هدف اینه که شما یه نوازنده باشید.
وقتی یه کاری جزء هویت شما میشه، دیگه باهاش کلنجار نمیرید. شما اون کار رو انجام میدید چون این شمایید. خب تا اینجا فلسفه و چرای ماجرا رو فهمیدیم. حالا بریم سراغ بخش عملی و جذاب ماجرا، جعبه ابزار. جیمز کلیر 4 تا قانون خیلی ساده ولی فوق‌العاده کاربردی به ما میده که باهاشون میتونیم هر آلت خوبی رو بسازیم و از شر هر آلت بدی خلاص بشیم. این 4 قانون اینا هستن: 1. آشکارش کن، 2. جذابش کن، 3. سادهش کن و 4. لذت بخشش کن. نکته جالب اینه که این نقشه راه 2 طرف است. برای ساختن یه عادت خوب این 4 تا کار رو میکنیم. برای ترک یه عادت بد دقیقاً برعکسشون رو انجام میدیم. حالا بیاین دونه دونه اینا رو باز کنیم. قانون اول، آشکارش کن. این قانون همه چیزش درباره نشانه یا همون جرقه اولیه عادته. حرف حسابش اینه اگه میخوای یک کاری رو انجام بدی، نشانش رو بذار جلوی چشت. میخوای بیشتر سیب بخوری، سیبا رو از توی یخچال در بیار بذار روی میز. میخوای گیتار تمرین کنی، از تو کیس درش بیار بذارش وسط اتاق. کاری کن که نادیده گرفتنش سخت باشه. قانون دوم، جذابش کن. مغز ما دنبال کارهای جذابه، پس باید عادتهای خوبمون رو براش جذاب کنیم. یه تکنیک فوق‌العاده که کتاب معرفی میکنه اسمش هست بسته‌بندی وسوسه انگیز. یعنی چی؟ یعنی یه کاری که باید انجام بدی رو بچسبون به یه کاری که دوست داری انجام بدی. مثلا با خودت قرار میذاری که من فقط زمانی میتونم قسمت جدید سریال مورد علاقم رو ببینم که دارم روی دوچرخه ثابت پدال میزنم. اینطوری ورزش کردن یهو خیلی جذابتر میشه، نه؟ قانون سوم، سادهش کن. این قانون مستقیم میره سراغ بزرگترین دشمن هممون، تنبلی و اهمالکاری. و راه حل جادویی کتاب چیه؟ قانون 2 دقیقه‌ای. قانون میگه هر عادت جدیدی که میخوای شروع کنی، اونقدر کوچیکش کن که انجام دادنش کمتر از 2 دقیقه وقت بگیره. یعنی هدفت 1 ساعت ورزش نیست. هدفت اینه که فقط لباس ورزشی هام رو بپوشم. باور کنید سخت‌ترین قسمت کار شروع کردنه. وقتی شروع کردی بقیه‌اش خیلی راحت تر میشه. و میرسیم به قانون آخر، لذت بخشش کن. مغز ما ذاتاً بی‌صبره، دوست داره پاداش کارش رو همون لحظه بگیره. مشکل عادتهای خوب اینه که پاداششون بلند مدته. پس ما باید یه پاداش فوری براش درست کنیم. چطوری؟ با ردیاب عادت. هر روز که اون کار رو انجام دادی، یه تیک بزرگ و قرمز توی تقویمت بزن. یا مثل اون فروشنده‌ای که کتاب تعریف میکنه، هر بار که کارتون رو انجام دادید، یه گیره کاغذ رو از یه شیشه بندازید توی یه شیشه دیگه. دیدن این پیشرفت‌های کوچیک به صورت بصری یه حس رضایت فوری و فوق‌العاده بهتون میده. خب کم کم داریم به آخر این بررسی میرسیم. بیاد همه چیز رو جمع‌بندی کنیم و ببینیم با چی باید از اینجا بریم بیرون و از همین امروز چطور میتونیم شروع کنیم. این شاید یکی از حیاتی ترین نکته های کتاب باشه، پس خوب بهش گوش کنید. ببینید، برای همه ما پیش میاد که یه روز برنامه‌مون رو خراب کنیم. این فاجعه نیست. فاجعه از روز دوم شروع میشه. قانون طلایی جیمز کلیر اینه: هرگز 2 بار پشت سر هم یه عادت رو از دست نده. 1 بار اشتباه کردن یه اتفاقه، اما 2 بار اشتباه کردن یعنی شما دارید یه عادت بد جدید رو شروع می‌کنید. پس اگه یه روز خراب کردی اشکال نداره، فقط هر طور شده فرداش برگرد به مسیر. پس بذارید با یه مثال نهایی همه اینا رو بذاریم کنار هم. فرض کنید هدف شما اینه که بیشتر کتاب بخونم. خب اول قانون سادهش کن رو اجرا می‌کنیم. عادت اتمی ما میشه هر شب فقط 1 صفحه کتاب می‌خونم. بعد قانون آشکارش کن رو به کار میبریم. کتاب رو میذاریم دقیقاً روی بالشتمون. به همین راحتی شما الان یه سیستم ضد اهمالکاری برای کتاب خوندن ساختید. و حالا این سوال رو از خودتون بپرسید. اون یک تغییر کوچولوی 1%، اون عادت 2 دقیقه‌ای که میتونید از همین امروز شروع کنید چیه؟ لازم نیست یه کار بزرگ و انقلابی بکنید. فقط یه قدم کوچیک. اون قدم کوچیک رو بردارید، بهش پایبند بمونید و فقط تماشا کنید که چطور اثر مرکب در طول زمان اون رو به یه نتیجه باور نکردنی تبدیل میکنه. خیلی خوب، امیدوارم که از این بررسی کتاب عادت‌های اتمی لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگه دوست دارید تحلیل‌های بیشتری از این دست از بهترین و تاثیرگذارترین کتاب‌های دنیا ببینید، یادتون نره که حتما کانال کتاب رو سابسکرایب کنید. و اگه فکر می‌کنید این مطالب به درد دوستاتونم می‌خوره، حتما براشون بفرستید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید.